لحظه های خاطرمون در زندگی اصلا خیلی زیادند، چی در کار چی در زندگی شخصی، اما از همه شیرین ترین لحظه خاطرمون این همون لحظه بود که همچون طفل بغل مادرم بودم در همین سن و سال. وقتی که خرد هستی البته مادر بغل میکند، نوازش میکند، سخنهای خوب میگوید، اما اون وقت صرفه این مهربانی ها نمیروی و فکر میکنی که مادر است و باید که این کار بکند. اما وقتی که یعنی سن و سالت آهسته آهسته بزرگ میشوی و خودت مادر میشوی، بعداً درک میکنی همین شیرینی های. یاد دارم که ده رفتم، هر دفعه که می رفتم البته که مادر به آغوش می گرفتم، بوسه می کردیم، همدیگر را بوی می کشیدیم، صحبت می کردیم. پس اون یک چند ساعت می نشستم و بعد می اومدم خانه. این دفعه وقتی رفته بودم یعنی شب ایستادم و همین قدر می خواستم بغل مادر باشم، اما نمیدونم برای چی شرم می داشتم، نمیدونم برای چی، یعنی شرم می داشتم که همچو طفل، همچو کودک بغل مادر کهنسالم درایم و یعنی خداوند همین قدر درستش آورد که برق خاموش کردن و وقتی که جای خوب پرتافتن و جای من پهلوی مادر بود و همراه همچو آوان کودکی کرپه بالای سر کشیدیم، هر دومان درون کرپه، در تگ کرپه خیلی نوازشم کرد، چخیلی که مثلا در کودکی ها میکرد، پشتم محض کرد، سرم سیله کرد، دستم گرفت، هر یک انگشتم بوسید، یعنی از کتفم بوسه کرد، از گردنم بوسه کرد، از سرم، از موهام، از گوشم، همچو طفلی که بغل مادر، یعنی وقتی که یکمین بار پیستان مادر را به دهان میگیری همین گونه احساسات بود و خدا میگفتن که همان شب هیچ وقت سحر نشود، چون باشم پهلوی مادر، باشم در آغوش مادر، بوی کشم مادر من بوی کشد. یعنی این لحظه های جوانای امروزه، یعنی حتی فرزندای من حاضر درک نمی کنند یعنی کی بودن و چی بودن مادره، و این لحظه هست که فکر میکنم تا واپسین نفسم، تا واپسین هستیم بهترین و بهترین لحظه خاطرمان می شود. تا این لحظه فکر میکردم که لحظه های خاطرمان زیادن، مثلا من نمیدونم وقتی جایزه رودکی گرفتن لحظه خاطرمان بود، وقتی طفل اولینم تولید کردن لحظه خاطرمان بود، وقتی که شوهر برآمدم توی عروسیم لحظه خاطرمان بود. فکر میکردم که همه اینها لحظه های خاطرمانند، اما از همه شیرین ترش این بغل مادرم، بغل آچم بود که یعنی همون شیرینی، همون احساسات، یعنی اونم به یگان چیمن مانند کرده نمیتوانم و فکر میکنم تا هستم این شیرین ترین لحظه حیاتم خواهد بود.